سلام دوستان عزیز، خسته نباشید. خدا قوت. محسن گنابادی هستم، اینجا تراشکاری مجیده. دوستان یکی از مکانیک‌های عزیز، همکارای عزیز که باشون کار می‌کنیم، یه مشکلی پیش اومده بودن برای ماشین. یکی از آشناهاشون روغن ریزی داشتن، یه پست ماشین روغن ریزی داشتن و مراجعه کردن پیش ما. یه پراید استاد، شما خودت یه توضیح میدی در مورد روغن ریزیش؟ من تو اینجا رو بگید. پراید اکثرا حوزه گشاد میکنه به خاطر اینکه هزینه برای مشتری تراشیده نشه. استاد تراشکار زحمت میکشه اینجا، چون گشاده 5 تومن هزینه نخوره، به خاطر همین داره کاساپولوسا رو مثل فابریک تراش میده، چاقش میکنه، چالی اینو میگیره و روغن ریزی این ماشین برطرف میشه. دوستان این کاساپولوسا روی اینجا لاغر میکنه. وقتی روی این لاغر کنه، داخل اینجا که میشینه لقی میزنه. وقتی لقی بزنه، هر کار بکنی، حتی اگه کاسه نمد جذب باشه، بازم روغن میده. باید بیاد اینجا ما برای جوش تراش کنیم، به بهترین شکل ممکن برای دوکه کنیم. دوستان عزیز، این هم اتمام کار، جوش تراش شده کاسه. فیت داخل بدون لقی، قشنگ داخلش هم میچرخه. بدرود.